داستان جذاب، شب عاشورا. در دل کوفه، شبی تاریک و پر از دغدغه در حال فرا رسیدن بود. حسین بن علی، نوه‌ی پیامبر اسلام، در خیمه‌های کوچک با یاران وفادارش نشسته بود. خبرها حاکی از آن بود که سپاه یزید به زودی به آنجا خواهد رسید و روز عاشورا را برای درگیری با ایشان در نظر گرفتند. یاران امام حسین، در چهره‌هاشان نگرانی و اضطراب بود. اما امام حسین با لبخندی آرام به آنها نگاه می‌کرد. او به آنها گفت: ما در راه حق هستیم و اگر می‌خواهید به زندگی خود ادامه دهید، می‌توانید هر وقت بخواهید بروید. من با شما هیچ گونه اجباری برای ماندن ندارم. با این حال هیچ یک از یارانش او را تنها نگذاشتند. آنها با صدایی بلند گفتند: ما تا آخرین قطره خون خود در کنار شما خواهیم ماند. این نشان از وفاداری و ارادت آنها به امام حسین و آرمان‌های او بود. شب عاشورا فرا رسید. آسمان پر از ستاره و بادی خنک را با خود داشت. امام حسین در دل شب به دعا و نیایش مشغول بود، در حالی که قصد داشت از خداوند طلب نصرت و هدایت کند. او در دل می‌دانست که جنگی سخت در پیش است، اما بر اصول و آرمان‌های خود پا برجا ماند. دشمنان سپاه خود را بزرگ و قوی تصور می‌کردند. اما امام حسین و یارانش در ایمان و اعتقاد خود قوی‌تر بودند. صبح عاشورا جنگ آغاز شد و یاران امام حسین به دور او حلقه زدند تا از او دفاع کنند. شجاعت و دلاوری یاران امام حسین در نبرد ستودنی بود. هر کدام از آنها با جانفشانی به میدان می رفتند و جان خود را فدای حق می کردند. و در آخر امام حسین که در قلب این میدان ایستاده بود، با چهرهای آرام به این تفکر بزرگتر از زندگی ادامه داد که حق در برخورد با باطل هرگز شکست نمی خورد. عاشورا به نماد مقاومت و فداکاری تبدیل می شود. یاد این روز در دل تاریخ و در قلب مسلمانان زنده می ماند. امام حسین با فداکاری خود پیام رهایی و آزادگی را به نسل‌های آینده رساند. و این روایت همواره ادامه دارد. این داستانی است از شبی سرنوشت ساز که پیام آزادگی و حقیقت را به ما می‌آموزد.